راز بقا. در یکی از جنگل‌های بی سر و ته در جهان حیوانی زندگی می‌کند که بسیار بسیار تنبل است. حتی اسم او نیز است. هنگامی که از درخت می‌خواهد بالا برود، انگار که جانش می‌خواهد در برود. جد اندر جد این حیوانات بسیار بسیار تنبل و روزی 23 ساعت خوابند. همانطور که می‌بینید معمولاً 17 ساعت در روز رو همچون آدامسی بر درخت می‌چستند تا غذایی که در دهانشان است و هنوز نجویدند کم کم خودش بجویده بشود و برود پایین. همکنون از خواب خرسی بلند شده است و این مکانی است که تنبل‌ها در آن زندگی می‌کنند.